سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ این دومین ویدیویی که من ریکورد میکنم اینجا و امروز روز 15 آگوست سال 2025. ایتالیایی‌ها به این روز میگن فراگوستو. همه تعطیلن. کل ایتالیا تعطیله. کل مرکز اداره دولتی تعطیله. سوپرمارکت‌ها تعطیله. همه داروخونه‌ها تعطیله. همه چی. و همه یا تو بارن یا تو کلابن یا توی ساحلن و در نهایت ریلکسی و استراحت و اینا به سر میبرن. و من به عنوان دانشجو بین‌المللی کار میکنم، درس میخونم، عملاً بر شما ویدیو میگیرم. از صبح داشتم ویدیو میگرفتم، مشاوره‌هامو میرسیدم، برنامه امتحانمو برنامه ریزی میکنم، آشپزی میکنم. این زندگی ماست. در این ویدیو میخوام در مورد خودم حرف بزنم، چون که خیلی ازم میپرسین که چی کار کردی مدت تو ایران، چی کار میکردی و چی شد سرت ایتالیا در مورد اصلا چرا ایتالیا رو انتخاب کردی و اینا. گفتم که الان تا میکاپ دارم یه ویدیو خودمونی براتون بگیرم که توضیح راجع به خودم بگم. اینجا اتاقمه، حالا بعدم بهتون نشون میدم خونم و اتاقم و اینا رو. از این بعد قراره این بک‌گراند رو زیاد ببینید. من 27 سالمه. 25 اردیبهشت 1376 به دنیا اومدم و دبیرستان و راهنمایی مدرسه فرزانگان بودم. پیسوشان درس میخوندم. بعد هیچ دیگه. سال آخر رو به پیشنهاد مشاورای کنکور و اینا غیر حضوری کردم و رفتم آموزشگاه کنکور که خیلی پشیمونم از این کار. تصمیم داشتم که اگر برمیگشتم، یکی از کارهای اشتباهی که کردم مثلا اون بود. هیچ وقت برنمیگشتم برم کلاسای کنکور و از اون مدرسه بیام بیرون و غیر حضوری و این داستان اصلا. و الان که البته فکر کنم نمیشه، چون معدل خیلی مهمه و زمانی که تو غیر حضوری میکردی اون موقع که ما میگردیم معدل پیش دانشگاهی همون 4، الان 6، الان چندمه؟ 6 سال ابتدای 6 سال دبیرستان، نمیدونم سال آخر. معدل اون برای ما مهم نبود، برای شما مهمه. مثلا 94 کنکور دادم، بعد قبول نشدم. سال اول قبول نشدم. خیلی هم درس میخوندم. دفتر برنامه ریزیم همش الان هنوزم هستش. سالی روزی دیگه کم روزی 10 ساعت رو درس میخوندم و آرزوم بود که رتبه میشه 286. فن پزشکی شهید بهشتی میخواستم ولی قبول نشدم. رتبه شد نزدیک 4000 خورده ای. بعد دیگه افسرده و ناراحت و پریشان و مثلا آدم نیستم که بخوام مثلا کنم، بشینم چند سال پشت کنکور بخونم و واقعا بشینم پشت کنکور درس بخونم و واقعا آدمایی که 3 سال 4 سال پشت کنکور میشینن و واقعا درک نمیکنم. من یکی از کلاینتام اسمشو نمیارم، قطعا این ویدیو رو میبینه. با تو هم 3 سال پشت کنکور بود. چطور 3 سال پشت کنکور میمونید؟ زندگیتون پس چی؟ من نمیفهمم. پشت کنکور نموندم، اصلا نمیتونستم و نمیخواستم. یه چیزی میخوام بهتون بگم که بهش نبود. اینه که من اون سال به پیشنهاد یکی از دوستام رفتم نتورک مارکتینگ کار کردم، بازاریابی شبکه‌ای. 1.5 سال از عمرمو گذاشتم اونجا. نمیتونم بگم پشیمونم یا نه. همون موقع هم تیم بزرگی داشتم و پیشرفت میکردم. شاید خیلی از اون آدم ها الان این ویدیو رو ببینن. هلو. و خلاصه که جزو یکی از نقاط تاریک زندگی منه. اگه برگردم به عقب، اونم یکی از اون کارهایی که نمی کنم. درسته خیلی چیزا بهم یاد داد، ولی اونقدر نمیارزید که 1 سال 2 سال زندگیمو عمرمو پاش بذارم.
آدم اشتباه میکنه. من خیلی هم سرکش بودم یعنی اصلا پدر مادر هیچ کس حریف من هر کار دلم میخواست کردم. درس میخواستم بخونم. البته نمیگم حریفم نمیشدن، خیلی پدرم بهم احترام میذاره، به نظرم، به خواستم، به چیزی که میخوام، به عقیدم و اینا. درسته اون موقع مخالف بود ولی همیشه مثلا بهم میگفتش که باز خودت میدونی. دیگه رفتم و 1 سال 2 سال اونجا کار کردم و دیگه دیدم که هیچی از توش در نمیاد. سپیده خانم شما باید درس بخونی، حیفه. به قول ما اسپانیا حیفه. شنیدم که میشه بدون کنکور رفت و تربیت بدنی یا علوم ورزشی خوند. من موقع خیلی ورزش میکردم، خیلی دوست داشتم و بعد دیگه کلا پشیمون از کنکور و اینا شده بودم و فکر کردم نمیشه و ناامید دیگه بیخیال شدم و گفتم میرم این رشته رو میخونم. دانشگاه آزاد کرج میخونم و کرج، دانشگاه آزاد کرج. و بعدش هم که مثلا برای ارشد و دکترا تغذیه ورزشی میخونم یا اصلاحی میخونم. اینا رو دوست داشتم، هنوز هم دوست دارم که مثلا فیزیوتراپ ورزشی بشم. همش تو ذهنم اینا بود ولی دیگه تصمیم گرفتم که برم و 1 سال و نیم 2 سال تقریبا درس خوندم و همزمان باش کار میکردم توی باشگاه فیت کرج کمک مربی بودم. و دیگه یه جایی به خودم اومدم دیدم که این جای من نیست و نمیخوام مثلا توهین کنم یا مثلا بگم فلان چیز بده فلان چیز، نه، واقعا دارم دیدگاه خودم میگم. مثلا اون لحظه احساس میکردم که من دوست دارم الان اینجا باشم و دوست دارم یه جای بهتری باشم، رشته‌ای که همیشه از بچگی دوست داشتم و بخونم. بعد خیلی اتفاقی یکی از دوستای صمیمی و قدیمی که ما بغل هم میشستیم از راهنمایی تا دبیرستان، اسمش هم نگاره. خیلی هم تو اونایی که اینستاگرام هم تو پیج اینستاگرام من دیدن نگارو. ما 2-3 سال شاید با هم دیگه قهر بودیم. بعد یهو یادم میاد من پیام دادم، اون پیام داد تو اینستاگرام که سبی حالت چطوره، خوبی؟ گفتم دلم برای تنگ شده بود و اینا. بعد دیگه همینجوری با هم دیگه حرف زدیم. گفتم چیکار داری می‌کنی؟ گفت من دارم میرم ایتالیا. گفتم وای نگار خوشباله، منم دوست دارم مهاجرت کنم ولی هیچ راهی جلو پام نمیاد. و من همیشه تو ذهنم رویای امریکا و کانادا داشتم و هنوزم دارم. نمیتونم بگم که دیگه کانادا کمتر، امریکا هنوز اون رویا است برام که دوست دارم بهش برسم. راجع به اینم بهتون میگم. بعد به نگار گفتم که منم دوست دارم مهاجرت کنم، نگار نمیدونم چی کار کنم و اینا. گفتش که بیا فلان مؤسسه، من دارم باش اپلای میکنم، مشاوره رایگان داره، مشاوره رایگانشو مثلا تو فرمشو پر کنی، ثبت نام کنی، با تماس میگیرن و مثلا با صحبت کن. دیگه من اون مؤسسه رو بهشون زنگ زدم و اولین تماس گفتم بله من میام. هم تهران باشون قرار دادم بستم و به فکر کن بهمن ماه 2020 بود اگر اشتباه نکنم که من آگست همون سال، یعنی میشه سال، نه همون سال که نمیشه، آره دیگه آگست، ببین بهمن 2021 بود، اصلا نمیدونم که، فقط میدونم بهمن ماه بود و سال 2021 بود فوریه 2021 بود که من با نگار دوباره صحبت کردم و اینا، قرارداد بستم. آگست همون سال من ایتالیا بودم. من نگار نوامبر اون سال ایتالیا بود و همیشه من میگه فلان شده، تو چجوری 2-3 ماه زودتر از من رسیدی و اینا. میتونم ببین خواستن دوانستن، شوخی میکنم ولی اینجوری شد. من از طریق مؤسسه اپلای کردم چون هیچی نمیدونستم، هیچ پیجی، هیچ یوتیوب، هیچ بلاگری نبود. اگرم بود من سرچ نکردم، یعنی اصلا بگو
یه موقعی به خودم میگم تو حتی نرفتی توی اینستاگرام بزنی هشتگ ایتالیا، حتی نرفتم بزنم هشتگ ایتالیا. چرا؟ مثلا چرا این کارو نکردم؟ هیچی، نه یوتیوبیه، نه هیچ سرچی نکردم که اصلا ببینم کجا دارم میرم. بعد من میخواستم توی ترکیه و دبی آزمون بدم، آزمون هایمتمو. فکر میکنم تو ویدیوی بعدی راجع به آزمون و ورودی و اینا باهاتون صحبت کنم، قطعا تو پلنامه. و میخواستم ببینیم من از کجا رسیدم به کجا. توی مؤسسه کلاس کنکورم میرم، که میگم کلاس کنکور، کلاس هایمت هم میرفتم. اونجا با یه سری از بچه‌ها آشنا شدم که تازه فهمیدم کجا دارم میرم، چیکار باید بکنم اینا. که حتی اونا چون آزمونایی که حالا واسه اینو بگم، من خواستم ترکیه باشم، بعد اون مؤسسه عزیز به من یهو گفتن که نه ترکیه نمیتونی و ظرفیتش پر شده و باید بری ایتالیا آزمون بدی. من هیچی نداشتم، نه آیلتس داشتم، نه تمکن مالی آماده بود، نه گردش حساب آماده بود، هیچ یعنی هیچ آمادگی برای این کار من اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم که کجاست و دارم چی کار میکنم، هیچی. و خلاصه هیچی دیگه، بدو تازه اون تایم بودش که مادرم کرونا گرفته بود و یه درصد بالایی از ریه‌اش درگیر بود و پدرم هم مشکل قلبی دارن، بیمارستان بستر بودن. یعنی هم پدرم یه جا، مادرم یه جا، من بودم خودم دیگه. گردش اوکی، تمکن اوکی، برو آیلتس بده. با بدبختی من بدو کلا چند وقت داشتم، یه ماه تقریبا، که بعد فکر کنم 5 آگوست اگر اشتباه نکنم وقت کاکس اند کینگز گرفته بودم. اون یه شرکت رابطیه بین کنسولگری و مردم که الان ویزامتریکه، اون سال کاکس اند کینگز بود. که بعد رفتم اونجا و اصلا من فکر نمی‌کردم ویزاشم، اصلا اوضاع تمکن و گردش و اینام اصلا خوب نبود، اصلا. چون تو مثلا 2 ماه اینا ساختم، حتی اون موقع گردش 3 ماهه میخواست، الان 6 ماهه. من تو 2 ماه مثلا جورش کردم. بچه ها تمکن 400-500 تومانی گذاشته بودن، تمکن من به زور 200 تومن بود. آخه یعنی من اون موقع یورو خریدم 20,000 تومان، الان امروز یورو خریدم 110,000 تومان. اینم یه تراژدی این وسط. بعد هیچی دیگه، با بدبختی و اینا کارای ویزا رو کردیم و اینا. بعد این بچه‌هایی که من باشون آشنا شده بودم، هر کدومشون یه جا دارن پزشکی میخونن تو ایتالیا، هر کدومشون کلی موفقن، یکی خانم دکتره، یکی آقای دکتره. اینا همه سنترهای آزمونشون، من دانشگاه لویجی بنویتلی بودم که ناپولی، اونا مثلا دانشگاه تورین بودن، میلان بودن، پارما بودن، همه دانشگاه‌های شمال. خب برای که بخوای بری اونجا، مثلا اونا شهرهای کوچیکی اگه فرودگاه بین‌المللی ندارن، باید برم میلان. من نه، من شهرم ناپولی بود، جنوب. مثلا تفاوتش مثل چه می‌دونم مازندران تا شیرازه، اینقدر تفاوت مسیره. حالا این بگین مازندران تا شیراز انقدر، اون انقدر، منظورم این که خیلی طولانیه. بعد منم با اینا بلیط گرفتم میلان، در صورتی اصلا ناپولی فرودگاه بین‌المللی داره، من میتونستم برم ناپولی مستقیم، رفتم میلان. یعنی ببین چقدر من نمیدونستم دارم کجا میرم. تو بگو دختر، مگه داری میری قم؟ یه تحقیقی بکن تو گوگل، یه چیزی بزن، یه حرفی، یه هیچی. رسیدم میلان و همه رفتن بلیط بگیرن برای اینکه برن شهرهاشون. مثلا یکی میخواست بره تورین، بلیطش بود 7 یورو، یکی میخواست بره چه میدونم پارما، بلیطش بود 10 یورو. من رفتم بلیط بگیرم، دیدم 110 یورو. من گفتم بچه‌ها این 110 یورو درسته؟ و گفتن آره ناپل دوره دیگه. همون فکر کنم بعد به ورود، بعد نمیدونم هزینه ها چقدره، یه مقدار خیلی محدودی پول همراه بود. 110 یورو مجبور شدم پول قطار بدم. دیگه سوار قطار شدم و رسیدم و اصلا
واقعا میگن سرنوشت معلوم نیست از کجا میارتت کجا. اون از آشنایی من، میگم آشنایی، صحبت دوباره من با دوستم این از این و من رسیدم ایتالیا و رفتم آزمون دادم و حالا سال اول قبول نشدم. بعد یه کورس 1 ساله به اسم سینگل کورس ثبت نام کردم تو همون دانشگاه لویجی، دیگه برگزار نکرد. خوبه ما دیگه قرتی هم دیگه بپذیرید. اینک هم درم بدون اینک بهتر هم فکر. نظر شما چی؟ خلاصه که آزمون آمد دادم و با اون بدبختی و بیماری پدر مادرم و شرایط هول بودو ایتالیا و اینا قبول نشدم. سال اول و سینگل کورس ثبت نام کردم و یه کورس 1 ساله است که تو ثبت نام میکنی 1 تا 3 تا درس سال اول علوم پزشکی رو بهت میدن با بچه هایی که آفیشالی و رسمی دانشجوان و قبول شدن سر 1 کلاسی، ولی تو دانشجوی آفیشال نیستی. اصلا این کلا این کورس‌ها برای اینکه تو بری آشناشی با این رشته، ببینی از این رشته خوشت میاد یا نه. که ما ایرانی‌ها اینو کرده بودیم یه راهی که بیام ایتالیا و اون رو بخونیم و کارت 1 ساله پرمسو دی سوجورنو یا اقامت 1 ساله دانشجوی ایتالیا رو بگیریم. با اون اقامت سال بعدش میتونی به عنوان سهمیه اروپایی باشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو غیر اروپایی ایرانی با پاسپورت ایرانی میخوای بیای، فقط 1 دونه رشته و 1 دونه دانشگاه میتونی انتخاب کنی. ولی وقتی که پرمسو دی سوجورنو ایتالیایی داشته باشی یا شهروندی و اقامت بلند مدت یک کشور دیگه اتحادیه اروپا رو داشته باشی، میتونی سهمیه اروپایی بشی و وقتی که سهمیه اروپایی بشی همه دانشگاه ها رو میتونی انتخاب کنی. سال اولی که من امتحان آیمت دادم، حالا تو ویدیو بعدی راجع به اینا باهاتون صحبت میکنم، امتحان آیمت و چجوری و کی برگزار میشه و ثبت نامش و اینا. سال اولی که من آیمت دادم تنها دانشگاهی که دندان پزشکی به زبان انگلیسی ارائه میداد دانشگاه سینا بود که توی استان توسکانیه و بورسیه درست حسابی هم نداره. سال بعدش که دقیقا من میخواستم آزمون بدم و دیگه قبول شدم، یهو دیدم برای اولین بار دانشگاه ساپینزا که توی رومه هم دانشگاهی که الان هستم داره دندان پزشکی به زبان انگلیسی ارائه میده. اصلا چطور ممکنه؟ جز محالات بود برای من که همچین دانشگاهی بیاد به زبان انگلیسی برای اولین بار دندان پزشکی ارائه بده. و ببین تمام شانسای اون 23-4 سال زندگی من یه جا آوردم و انتخاب اولم هم بود که خب انتخاب اولم هم قبول شدم و در خدمت شما. این بود داستان من که از کجا چیکار کردم، ایران چی خوندم، الان اومدم اینجا چیکار میکنم. الان که دیگه هیچی، در خدمت شما تو اینستاگرام فعالیت میکنم، مشاور مهاجرتی هم، کمک میکنم به بچه‌هایی که میخوام یا علوم پزشکی بخونن، کاراشون رو انجام میدم. کسایی که میخوان 0 تا 100 پروسه اپلایشون رو با من پیش برن من انجام میدم. یه تیم کوچیک دارم، مدرسه آیمت دارم، همون آزمون ورودیه، چند تا مدرس خیلی حرفه‌ای دارم. خلاصه همه چیزایی که یه نفر لازم داره برای ورود به پزشکی و دندان پزشکی ایتالیا رو کنار هم دیگه فراهم کردم و واقعا مسیر بسیار دور و درازی رو طی کردم تا اینجا. مسیر بسیار سختی رو، بسیار روزای سختی داشتم، بسیار روزایی داشتم که از شدت گریه خوابم برد، نفسم بالا نمی اومد، چون اوایلی که مهاجرت کرده بودم یه اتفاق بدی برای پدرم افتاد که حالا اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم و اصلا شاید روحیم خوب نبود و اضافه وزن شدید گرفتم. خیلی خیلی همه چی سخت بود. شاید یه روزی بشینم راجع به اون سختی ها، اون اتفاقاتی که برام افتاده براتون تعریف کنم.
یعنی الان هم جرأتشو ندارم بهتون بگم. خلاصه که اینطوری. مرسی که شنیدین، مرسی که گوش دادین راه منو، مسیرم و کارایی که کردم و اینا رو. دیگه دارم شروع میکنم که از بسم الله بهتون بگم ویدیوهای ادامه تحصیل و تخصص و شهرهای مختلف و اینا رو همه رو براتون میذارم، همه رو، که همه چی رو یه جا یه پکیج کامل داشته باشید. همین دیگه. دوستتون دارم، میبوسمتون. تو بعدی میبینمتون. خدافظ.